آقای ناظمی مشخصاً از الان بازی رو آغاز کرد و صاحب توپ بازیکنان فرج شهید سپاسی. ببینیم بچه‌ها چی کار میکنن در این میدان. سعید زاره کاپیتان ما که باید ضربه کرنر رو بزنه، نگاه میکنه به دنبال بازیکن. تیکدری رو در کنار داشت، تیکدری عقب‌تر آشوری، یک بار دیگه نعمتی، توپ نرسید به تیکدری و توپ خوب دور کرد بازیکن فنگ. پشت محوطه جریمه، فرصت برای بچهای گلگهر که ضربه اونها بسیار محکم از بالای دروازه به بیرون رفت. سینا شاه عباسی خوب پیش اومد برای شروین بزرگ که احاطه‌اش کردن مدافعین گلگهر. اشتباه آرمان اکوان در محوطه جریمه، فرصت برای میثم مرادی و دروازه گلگهر و توپی که به کرنر رفت. اشتباه گلگهری ها همون که خدمتتون عرض می‌کردم، اما سر و شکل دادن به کار خودشون. حرکت جعفری پشت محوطه جریمه، فرصت برای گلگهر. جعفری ضربه رو میزنه، خطرناک از کنار دروازه به بیرون رفت. ضربه مدافع پیشتاخته گلگهر امیر جعفری. حالا فجی ها رو به پاس‌های بلند میارن برای یادگار رستمی. یادگار درگیر با آرمان اکوان به روی زمین هم میفته، صورت خودش رو هم گرفته. یه جورایی هوادارای فرج شهید سپاسی تقاضای وار میکنند و آقای کوپال ناظمی که در این صحنه اعتقادی به خطا نداشت داره صحبت میکنه. روی این صحنه به نظر میرسید که میشه پنالتی رو گرفت برای فرج شهید سپاسی یا خیر. ببینیم نظر آقای کوپال ناظمی چیست. آیا پنالتی اعلام میشه؟ به پنالتی برای فرج شهید سپاسی و کارت زردی که به آرمان اکوان نشان میده. فرزین گروسیانی که یه جورایی متمایل به سمت راست در اون دروازه ایستاده تا تمرکز شروین بزرگ رو به هم بزنه. شروین بزرگ ضربه او و توی دروازه گل برای فرج شهید سپاسی و هوادار فجر که در ورزشگاه بزرگ پارس به وجد میاد. به نظر میرسه که حامدی فر میزنه. ببینیم از موقعیت چه استفاده خواهند که ضربه محکم حامدی فر و غلامزاده که توپو کنترل میکنه و تشویق هواداری حاضر در ورزشگاه پارس. با پای راست به روی دروازه، فرصت داره فجری ها، توپ از کنار دروازه به بیرون رفت. چه موقعیتی رو از دست سینا شاه عباسی مدافع پیشتاخته فرج شهید سپاسی. فوق العاده هست در ترکیب تیم فجر. آرمان اکوان سمت راست خوب دید ایدی کوتاه زمینی در محوطه جریمه، فرصت برای گلگهری ها. اگر امینی میتونست بچرخه اما مدافعین فجر اجازه نمیدن. باز هم برای دروازه ضربش رو هم میزن از کنار دروازه به شکل خطرناک به بیرون رفت. تیکدری زد یا دیگر بازیکن. تیکدری از سمت راست اومده سمت چپ، از همونجا پور علی محکم و زمینی و غلامزاده که درازکش توپو کنترل کرد. سمت چپ امیر جعفری، آرمان اکوان جنابازی رو عوض میکنه به زیبایی در اون محوطه جریمه. فرصت برای گلگهر و غلامزاده و سید مهران موسوی که توپ رو دور کردند. تا هفته‌های دیگه و دیدارهای دیگه از همین ورزشگاه پارس در خدمت شما عزیزان باشیم. خدا یار و حق نگهدار شما.